دوستای خوبم سلام، من امید هستم و اینجا کافی پلنت. توی این ویدیو قراره 3 تا روش ساده و کاربردی برای تازه زدن فیلتر کمکس رو بهتون آموزش بدم. همونطور که میدونید فیلتر کمکس به صورت یک صفحه مربع شکله و برای قرارگیری توی دم افزار ما نیاز داریم که اون رو به یک روشی تا بزنیم تا به بهترین حالت خودش توی دم افزار بشینه. نحوه دم‌آوری توی این 3 روشی که من بهتون آموزش میدم هم متفاوته و شما برای هر نوع تا زدن فیلتر باید متد مخصوص به خودش رو ببندید. حالا جلوتر هم متوجه این موضوع میشید چون که شکل خروج آب توی هر نوع روش تا زدن متفاوته و فیلتر باعث میشه که عصاره‌گیری ما تحت تاثیر قرار بگیره. اگه نحوه دم‌آوری با دم افزار کمکس رو بلد نیستین، من قبلا براش یه ویدیو ساختم که لینکش رو براتون توی دیسکریپشن هم میذارم. میتونید به اون ویدیو سر بزنید و به دم‌آوری روی این دم افزار مسلط بشید. خب بریم سراغ روش اول. توی روش اول ما باید توی صفحه مربع شکلمون 2 تا خط تای عمودی درست کنیم و فیلتر رو روی اون خط تا بزنیم تا به یه مربع کوچیک‌تر تبدیل بشه. وقتی که به این حالت در اومد ما اینجا 4 لایه کاغذ داریم از قسمت کناری که 3 لایه از اونها رو جدا می‌کنیم و توی این فاصله فیلتر ما شکل میگیره و این 2 قسمت کناری رو هم دوباره تا میزنیم به این صورت تا خیلی درست و قشنگ توی دم افزارمون بشینه و به این صورت توی دم افزار قرار میگیره. این روش خیلی ساده است، اما اتفاقی که توی اون وجود داره اینه که ضخامت یک قسمت از فیلتر از سمت دیگهش کمتره و باعث میشه که آب از اون قسمت با سرعت بیشتری خارج بشه و شاید توی عصاره‌گیری ما تاثیر منفی بذاره و باید خیلی حواسمون به این موضوع باشه که عصاره‌گیریمون به صورت یک نواخت انجام بشه. توی روش دوم ما کاغذ رو از قطرش تا میزنیم به این صورت و یک مثلث درست میکنیم. بعد این مثلث رو از قسمت وسطش دوباره تا میزنیم تا به یه مثلث کوچیک‌تر تبدیل بشه و خب باز هم ما اینجا 4 لایه کاغذ داریم که 3 لایه‌اش رو جدا میکنیم و از قسمت‌های کناری دوباره تا میزنیم تا به این صورت توی دم افزارمون قرار بگیره. این روش یه مقدار با روش اول متفاوته اما دقیقا همون باگ رو داره و این قسمت باز هم از این قسمت ضخامتش کمتر و عصاره‌گیری از این قسمت سریعتر انجام میشه و خب حالا تفاوت خیلی جزئی بین این دو روش تا زدن وجود داره، اما روش اول سریعتر و راحت تره. اگه به دنیای قهوه و کافی شاپ علاقه‌مند هستی میتونی توی چنلم سابسکرایب کنی و توی این مسیر با من همراه باشی. بریم با هم روش سوم رو ببینیم. میریم سراغ روش سوم که از همه روش ها بهتر و کاربردی تر هم هست. توی این روش شما باز هم نیاز دارید که کاغذتون رو به صورت 2 تا خط عمود بر هم تا بزنید. بعدش دوباره کاغذ رو باز میکنیم اما این بار به قسمت پشتش و این 2 تا خط تای رو به بیرون رو به هم نزدیک میکنیم به این صورت و 2 تا خط تای دیگه که یکیش رو به داخل و یکیش رو به بیرون بوده رو باز این 2 تا رو هم به هم نزدیک میکنیم تا یه شکل به این صورت در بیاد. در واقع یک حالت لوزی شکل میگیره به خودش. از قسمت بالایی 3 لایه از کاغذ رو به یک سمت و 3 لایه دیگر رو به سمت دیگه باز میکنیم و از قسمت کناری باز این خط تا رو تا میزنیم، یکیش به این صورت و دومی هم از این قسمت به این صورت. باز به همون صورت فیلتر رو توی دم افزار قرار میدیم. نکته مثبتی که توی این روش تا زدن فیلتر وجود داره یک نواختی توی عصاره‌گیریه و می‌بینیم که در هر 2 سمت دم افزار یک لایه ضخیم و یک لایه نازک وجود داره و این باعث یک نواختی توی عصاره‌گیری میشه. با وجود پیچیدگی این روش توی تا زدن پیشنهاد من این روشه تا به طعم ایدئال قهوه‌تون برسید و بتونید عصاره‌گیری یک نواختری رو داشته باشید.
امیدوارم که این آموزش براتون کاربردی بوده باشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. خیلی مخلصیم. خدا نگهدارتون.